نشدنی است که منشأ آن حس مادری و هراست از حریم خانواده است. چنین است که مردان و جنگاوران پرغرور به احترام شجاعت، شهامت و فداکاری زنان در حراست از سرزمین مادری خود کلاه از سر برمی‌دارند. امیدواریم برگزاری جشن امروز ادای دین کوچکی باشد بر نقش بی‌بدیل زنان در زندگی امروز و یادآور آنکه خورشید امید در آسمان پاک سرزمین آریایی‌مان به همت زنان خستگی ناپذیر کشورمان هرگز غروب نمی‌کند. اگر زنها حق طلاق داشته باشن، مهریه مطرح نمیشه که خیلی از مردان دچار مشکل باشن. اگر زنها اجازه کار داشته باشن و بتونن توی موقعیت‌های خوب و برابر کار بکنن، میتونن توی امور مالی خانواده هم مشارکت داشته باشن و دیگه انتظارات مالی از مرد نیست. پس جامعه مرد سالار یک سری توقعات رو دوش مرد هم میگذاره که خوب هست که در واقع بازنگری بشن این قوانین. و اینکه کی شد که اصلا مردان وارد این هیته شدن؟ این قضیه یک پیشینه تاریخی داره. قضیه مال سالهای اخیر نیست. اولین بار این شخص آقای پارکر پیلزبری که جز اولین مدافعان حقوق زن هست این مسئله رو مطرح کرد در سال 1865 و بعد از اون البته ایشون مخالف بردهداری هم بود و بعد هم خودش رو به عنوان مدافع حقوق زن Oh
در خدمت خانم میترا محسنی هستیم، مدیر برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم روز جهانی زن که در دانشگاه آلبرتا روز 7 مارس برگزار شد. خانم محسنی خسته نباشین بابت همه زحماتی که کشیدید. از برنامه امروز برامون بگین که اهدافتون چی بود و آیا به اهدافی که می‌خواستید رسیدید یا هنوز راه داریم؟ با سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه داوطلبان عزیزی که همکاری کردن در این برنامه. من قبل از هر چیز میخوام تشکر کنم از انجمن فرهنگیان ایرانیان ادمونتون، از گاوشنود قاصدک، از انجمن اندیشه و همه داوطلبان عزیزی که صمیمانه وقتشون رو گذاشتن و با ما همکاری داشتن. چندین هفته همکاری کردن تا تونستیم این برنامه خیلی خوب و تدارک ببینیم. همچنین از گروه موسیقی حرفه‌ایمون که واقعا بسیار گل کاشتن و خیلی خوب این برنامه رو اجرا کردن. مراسم امروز چطور دیدید؟ فیدبک ها چی بود و وقتی صحبت می‌کردین با بقیه فکر می‌کنید که اون اهدافی که می‌خواستید بهش دست یافتید یا من فکر میکنم فیدبک ها خیلی خوب بود. همینجوری که صحبت شد با چندین خانم و آقایونی که بعد از برنامه بود، همه راضی بودن، خوشحال بودن، برنامه مفرح بود. ما موسیقی که داشتیم تقریبا یه نیم ساعت از برنامه‌مون موسیقی داشتیم که خیلی خوب حرفه‌ای و بسیار زیبا نواخته شد. این تفاوتی که یه خورده برنامه‌مون داشت این بود که ما از اسپانسرهایی داشتیم امسال که کمک برنامه بودن، ما ازشون تشکر میکنیم اینجا. و اینکه خانم‌ها چندین هفته تلاش چندین هفته‌ایشون بود که واقعا زحمت کشیدن و به خانم‌ها هم هدیه کوچکی شاخه گلی اهدا کردیم. امیدوارم که تونسته باشیم با این گردهمایی که داشتیم در حد توانمون و تلاشمون یک دین کوچکی برای این بزرگداشت روز زن انجام داده باشیم. خیلی متشکرم، خسته نباشید.